میترسی گوشی تو بدی دستش چون فضولی میکنه؟ خب تو زرنگ باش گوشی تو بده ولی نذار فضولی کنه. مگه میشه؟ بله که میشه، من بهت میگم. فقط قبلش ممنون میشم ویدیو رو لایک کن. سیو این پست هم جز واجباته که بعداً حتما لازمت میشه. میبینی یه وقتای اکس رفیقت یا هر کی به یه بهونه گوشی تو ازت میخواد، مثلا میگه یه لحظه میدی به فلانی زنگ بزنم، تو هم نمیتونی نه بگی، از یه طرف میترسی بین اپهای دیگه سویچ کنه. با این روشی که میخوام بهت بگم فقط اجازه استفاده یک برنامه رو بهش میدی. میای قسمت جستجو کلمه اتصال رو سرچ میکنی، اتصال برنامه رو میاره، این گزینه رو فعال میکنی و از بین برنامه‌های باز شده روی آیکون هر برنامه بزنی آخرین گزینه هست. اوکی رو میدی، دیگه به هیچ عنوان نمیتونه خارج بشه یا جای دیگه بره. حتی قفلش هم نمیتونه بکنه. برای بیرون آوردنش هم از پایین به بالا دستتو نگه میداری، دوباره رمز گوشی رو ازتون میخواد و تمام.